درود با بینندگان عزیز و مخلصان گوشین جودو. اینک ما گزارش خود را از روز دوم نیروسنجی های پهلوانان گران وزن منظور شما میکنیم و الان میبینیم در میدان باز هم رقابت پهلوانان. اینجا هم منصور رحمان که بسیار هم در وزن تا 100 کیلو هنرش فوق العاده است، در دقیقه اول با یک پرتافت جالب حریفش از دسته ختلون بود، مغلوبش کرد و با دوره دیگر راحت گرفته توانست. منصور رحمان به توجه میکنیم که چگونه موفق شد. در همین لحظه بسیار هم یک پرتافت جالب انجام داد که این وزری بود و بعدا هم منصور رحمان و ورزشگر خیلیت کبود داشته توانست که با یک جسارت و متانت قویش حریف را به تخت پشت نگاه دارد و با گذرای 10 ثانیه صاحب وزر دوم گردد. توجه میکنیم اکنون به قوازمایی ابوبکر اکابیر و میرزا محمدزاده از ولایت سوخت. این دو پهلوان هم براستی در مرحله انتخابی که در شهر و ناحیه ها و ولایت ها برگزار گردید خوب هنرنمایی کردند و محض ابوبکر اکابیر که در شهر دوشنبه با حریفان خیلی پرقوت خود غلبه به دست آورده توانست و برنده مقام دوم شد و سپس به این مرحله راه یافت. حالا ما غالبان منطقه ها را که در شهر و ولایت صاحب زینه های افتخاری شدند و آنها هم حق شرکت در این مسابقات را دارند و خلاص. ابوبکر اکابیر حالا بسیار هم یک امکانیت، بله، وزری به ابوبکر اکابیر داده شد. دوباره هم ابوبکر کوشش میکند در این روند موفق باشد. میرزا محمد زاده پهلوان سوقدی قامتش اندک پستر از قوهش هم خیلی کمی میکند در قیاس با مهارت ابوبکر اکابیر. تلاش پهلوانان هم جالب تر می شود. در یک دقیقه ابوبکر مطلب خود را عملی ساخت. میرزا محمدزاده باز هم آگاهی گرفت. از بالا داشتن برای ابوبکر خیلی مساعد است. آی 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 دویمین این ایپان اکنون این پرتافت دویمش ایپان است. و همین طور ابوبکر اکابیر در دیداری اول غلبه به دست آورد و با دوری نوبتی را خط گرفت. در واخوری دوم ابوبکر اکابیر البته در سبقت بعدی برای اشتراک در مرحله نهایی با منصور رحمان وام خورد. ابوبکر چگونه کامیاب شد؟ حالا باز امکان داریم که از نوارهای تدریجی این فرصت را منظور شما کنیم. در آغاز ابوبکر یک لحظه خیلی هم از این پیشتر اولا وزری رو باید نشان میداد خودی کارگردان و بعدا توجه به وزر دوم میکرد. بسیار هم مبارزه جالبتر، فرصت مساعد نیروسنجی در دوره اولی وزنی تا 100 کیلو. با همین نتیجه ابوبکر دست بالا شد و به مرحله دیگر راه یافت، به واخوری نیمه نهایی.
خوجا نظرов با خلعت سفید است. باباخانوف از دسته دوشنبه با خلعت کبود. اکبر باباخانوف، نجیب‌الله خوجانظرов از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز. هر دو هم اشتباه کردند و داور به هر دو هم شید داد. در مبارزه این دو پهلوان بر راستی ما اونقدر جالبیت سبقت رو نمیبینیم. پهلوانان دسته شهر و ناحیه‌های تابع و دوشنبه شهر هم زود به خطاگیری میدهند. باباخانوف باز اینجا شیدای دویم رو گرفت. شماره شیروکچیان در وزن 100 و جمعی 100 اندکی کمتر است. حالتی به تخت پشت نگاه داشتن اکنون جریان میگیرد. خوجا نظرов پهلوان گران وزنی شهر و ناحیه‌های تابع مرکز 4 5 6 7 8 9 10 این وزری 10 ثانیه دیگر کمتر اکنون 14 15 16 17 18 19 20 تمام. وقت هم 20 ثانیه هم زود پشت سر شد و در این مبارزه خوجا نظرов غلبه به دست آورد و به واخوری نیمه نهایی برآمد. سبقت های 4-1 نهایی صورت گرفتند از آن خاطر که شماره شیروکچیان در این وزن کمتر بود. یعنی همه دسته ها پهلوانان گران وزن ندارند که در اینجا نام نویس کنند. امامرضا انورزاده بیاید اکنون بعد این فرصت، البته بعد یک لحظه که ما دیدیم چگونه خوجا نظرов مبارزه برد و حریف را در حالت خیلی مساوی دمان بعد تخت پشت نگاه داشتن پیدا کرد و صاحب غلبه پیش از مهلت شد. امامرضا این تیلا عبدالله‌زاده داور از ولایت سوخت است. امامرضا انورزاده پهلوان قامت بلندی خلعت سفید داشته است. بسیار هم در این روند اکنون حسینوف فرزین حسینوف از ولایت سوخت است. انورزاده امکان دارد در این جریان، اما این نتیجه نیست. خیلی خوب هنرنمایی کرد. اگر توجه به حالت پرتری میکرد بهتر میشد. امامرضا در این جریان هم باز میتواند انورزاده که از بالا حریف رو، بله انا همین ترتیب از بالا از کمربند، اما از گریبان نه و از دست باید که خوب کار دارد نتوانست. انورزاده رجوع دارد در حالت پرتری کار را به نفع خویش سامان دهد، اما موفق نشد. سبقت آخرین 4-1 نهایی است در وزن تا 100 کیلو. برای یک طرفه داشتن به امامرضا انورزاده شیدو دادند. فرزین حسینوف جرأت کرد
امام رضا از بالا باز هم خوبتر داشت. بهترش دستی راست را کوتاه‌تر دارد. انورزاده به نفع کار خواهد بود. از راست پهلوانان باز قوه میسنجند. تلاش پهلوانان برای شرکت در مرحله بعدی است، مرحله که البته امروز دو غلبه میتواند که ورزشگر را به همان مقام بلند رساند، اشتراکچی مرحله نهایی نماید. انورزاده اندکی 2 دقیقه چون رجوع توجه به مطلب نهایی خود کرد و کامیاب نشد. وقتی امام رضا از بالا حریف را باز هم کوتاه‌تر می‌دارد، این بسیار امکانیت خوبی او برای دریافت امتیازهای گوشتین جدا است. شیدا پهلوان سوختی را تهدید میکند. دست را نادرست داشت. از سری آستین حریف به مانند گوشتین سمبو عمل را نشان داد که این در جودو ممنوع است. بهترش امام رضا دیگر سمت را اختیار کند، دیگر سمت را. بله، با این طرزی داشتن کمربند حریف اصولهای معمول و دوست داشته او عملی نمیشن. از بالا اما پهلوان سوختی خوب میداند که مطلب نهایی و اصول دوست داشته انورزاده کدام است و مقابل او چی حرکت را استفاده نماید. دقیقه آخرین نفرانی که توصیه میدهند بسیارند، اما در میدان اینجا هم فکر، ادراک، اندیشه تنها به دوش همان پهلوان است. امام رضا حالا کوشش دارد در این جریان پیشتر، اما اصول سر سیوجی نتوانستند. هر دو هم شیدا دارند، 21 ثانیه دیگر در اختیار دارند. این مراتبه باز هم امام رضا از بالا اندک باز هم داشت. و ضربه به پهلوانی سوق داده شد. مبارزه اکنون برای انورزاده مشکل تر شد، چون که در این ثانیه های آخرین اینجا اکنون وزری رو پهلوان دوشنبه شهر انورزاده از دست داد. انا همین فرصت، همین لحظه که فرزین خوب استفاده کرد، بعد این حرکتی که اندک توقف هم بود، اما اینجا فرصتی به تخت پشت نگاه داشتن است. من فکر میکنم برای همان وزریه که داور مناسب دونست. و خلاصه عمیق داوران در حل این مسائل. باز هم طلا عبدالله زاده به
در حالت ناگوار قرار دارد، مثل اونی که اندک پیشتر با سرداور مسابقه جمشید خلیلوف حالا مشورت دارند. حالت رو باز هم دوباره میتوانیم که از کارگردان یک بار دیگر خواهش میکنیم که همان لحظه رو به ما منظور کنند. تیلا عبدالله‌زاده داوری میدانی امروزه بسیار هم به خطاگی راه میدهد. این همان فرصت است که حریف رو به این نقطه باز هم به حالت تخت پشت نگاه داشتن آورد. یازده ثانیه دیگر تا به خاتمه باقی مانده بود. بعد این فرزین هم مبارزه برد. انا همین لحظه رو این امتیاز نبود، اما حالتی به تخت پشت نگاه داشتن و زر این کار شد. 7 ثانیه در همان عملی که ما مشاهده کردیم در تابلو 7 ثانیه دیگر باقی مانده بود که این با وزری کف برابر شدن نمیتواند. باید 10 ثانیه رو حالتی به تخت پشت نگاه داشتن فرزین در بر گیرد که صاحب وزری شود. آیین‌نامه فدراسیون بین المللی جودو این را طلب میکند. رقابت پهلوانان ادامه می‌یابد. از بالا بهترش از بالا دارد. بسیار هم خوب، اما امکانیت باز هم برای نتیجه شایان این دیدار خیلی فراهم بود. در وقت اضافه اکنون حالا پهلوانان مبارزه دارند. فرزین البته آرینجش تنها در زمین بود، یعنی پرتوفتی انورزاده خیلی نزدیک به وزری بود، اما باز حالت دیگر را که اینجا هم ورزشگری شهر دوشنبه خوست خوب استفاده کند. انورزاده ایمام‌رضا این برنده مدال برنجی چمپیوناتی آسیا میان نورسان است. اینجا هم فرزین یک حرکت دیگر را باز هم خوب آغاز کرد، اما موفق نشد. باز هم مبارزه پهلوانان در این روند چگونه صورت میگیرد. شیدا حسین فرزین را تهدید میکند. فرزین گوشتی نگرفته ایستاده است، اما اینجا هم باز بالا داشتن باز هم امام‌رضا به سبب نیست، کوشش دارد. باز هم مبارزه فرزین در حالت پرتری جریان نمیگیرد. باز خیلی زیاد طول کشید. هلوک اینجا بسن میتواند نقش بذارد و با همین ترتیب خیلی هم مبارزه که مشاهده کردیم خاتمه خود رو هم یافت. وقتی اضافه باز هم تلاش فرزین و در نهایت هم امتیاز طلایی به این پهلوان نصیب میگردد. فرزین در این دور غلبه به دست آورد. انورزاده امام‌رضا اکنون امکان دارد که برای مدال برنجی مبارزه برد. اندک دیگر باقی مانده بود. حالت‌های خیلی بحث برانگیز. اینجا هم انورزاده باید با فاصله بیشتر توجه میکرد، نزدیکتر میشد و بعدا هلوکی بیرونه رو استفاده میکرد. اونگاه به مقصد البته باز هم نزدیکتر میشد. اما اینجا یک کوششی که فرزین انجام داد باعثی دریافت امتیاز طلایی گردید. ناصر قربانوف حالا داوری میکند با جفتی آخرین
сабқатҳои чорякниҳои ин вазн. Қурбонов Эмомризо гуфтем ки дар идомаи мубориза бештар талош кард, аммо як иштибоҳаш ӯро аз ин натиҷаи шоён бенасиб намуд. сабқатҳои тасаллубахш ҳоло шурӯъ гардиданд. Аҳмадхонзода бахтовар бо хилати сафед аст. мирзо муҳаммадзода намояндаи суғд бо хилати кабуд. паҳлавони хуталон яктаки сафед дорад. варзишгари суғдӣ дар муборизаи партерӣ ҷаҳду талош дорад бароси. сабқатҳои тасаллубахш ҳамоно ҷараён доранд. амри довар мате боз аз рост варзишгарон талош хоҳанд кард. дар амалҳои партерӣ чун гуфтем ки албатта нуқсу иллат зиёдтар аст, аммо аз боз ҳам дар вазни гарони 100 ҷамъи 100 кило ҳам ҳамчунин мубориза ҳам боз то ба гилеми дуюм рафта расид. носир қурбонов довари болои гилем таваҷҷӯҳ мекунад ки боз паҳлавонон ба марказ оянд. аҳмадхонзода паҳлавони хуталон қоматаш андаке баландтар аст. имконияташ албатта барои ҳамон ҳалуки дохила хеле хуб аст ва сари севҷӣ ҳам ҳамчунин бисёр ҳам аз рост хуб дошт. ҳолати буғӣ кардан ҷараён намегирад. иллати фарогирифтаи паҳлавононро мо дар амалӣ кардани матлабҳои партерӣ аллакай гуфта гузаштем. мирзо муҳаммадзода ҳоло шидо гирифт. ин баранванди мусобиқа андаке таъсири худро мерасонад агар паҳлавон масъулият дошта бошад. албатта боз ҳам кӯшишҳои дигар дар ҳолати партерӣ сонияҳои ба шуморо дар бар мегирад иҷрои ҳар як амал. агар паҳлавон хуб фориғ бошад он гоҳ боз ба ҳолати аввала бармегарданд. аз рост албатта аҳмадхонзода бояд дурусттар дорад, чун матлабаш ҳамин аст, чун такя мекунад ба ин самт бояд ки дақиқ ҳарифро дорад ва баъдан кӯшиш кунад. ин кӯшиши беҳуда талошҳои бенатиҷа хоҳанд шуд. ана ҳамон тартибе ки ҳаст воқеан ҳам андаке сустӣ кард, андаке суратафзоӣ дар ин ҷараён лозим аст. ки мо дар раванди мусобиқаи ҳарду паҳлавони гаронвазн намебинем ва ниҳоят ҳам дидем. хеле ҷолиб. аҳсан ба мирзо муҳаммадзода бисёр ҳунари беҳтар нишон дод ва хуб ҳам дурахшид ва ин паҳлавон акнун ҳаққи муборизаро дар марҳилаи баъдӣ барои ҷоизаи биринҷӣ пайдо карда тавонид. бисёр ҳам саривақтӣ ана ҳамин тавр бояд ҳарифро ҷустуҷӯ кард. гундишкро дар вақти боронӣ бояд дошт. ана ҳамин тартиб.
و در این رقابت خیلی هم خوب میرزا محمدزاده درخشید و برای جایزه برنجی البته حق مبارزه رو پیدا کرد. بسیار نیروسنجی، حالا بعد این لحظه البته مرکب خواهد شد. بابا خانوف از شهر دوشنبه خلعت سفید دارد و امام رضا انورزاده بنابر سبب علت برداشتنش در این سبقت شرکت ورزیدن نمیتواند و با همین ترتیب بابا خانوف موفقیت رو بدون مبارزه به دست می‌آورد. رقابت حساس و حل طلب در وزن تا 100 کیلو. منصور رحمان خلعت سفید دارد از شهر دوشنبه و ابوبکر اکابر از شهر دوشنبه. منصور رحمان تحت راهبری فرخ صابرов تمرین میکند. ابوبکر اکابر مربیش شیرعلی بازارов می باشد. مبارزه هر دو پهلوان در شهر دوشنبه بسیار پرشدت و بحث برانگیز صورت گرفت و امروز چگونه جریان میگیرد حالا ما با هم خواهیم دید. این هم فینال پیش از وقت. ابوبکر از بالا می‌دارد. داشتن کمربند حریف برایش مهم است. منصور هم بسیار جوانی آینده دار، ورزشگری امید بخش خواهد بود. بسیار هم یک رقابتی که اندک صورت افزایی و زری ابوبکر اکابر و زری را به دست آورد. باز هم حالت پرتری بوغی کردن جریان میگیرد. رقابت همانا ادامه می‌یابد و مشاهده میکنیم که در این روند مبارزه خیلی پرشدت است. ابوبکر الکی خیلی هم متانت خود را نشان داد. تلاش ابوبکر اکابر باز برای حالت دیگری پرتری است، یعنی بوغی کردن یا به تخت پشت نگاه داشتن خیلی فرصت است و واقعا هم در این دقیقه دوم یک پرتافت جالب بود. دیدنی ابوبکر اکابر هم به همان وزری ارزنده بود. دو مراتبه دیگر هم منصور رحمانوف رو در حالتی به تخت پشت نگاه داشتن دریافت کرد، اما منصور از این فرصت رها یافت و نگذاشت که دومین وزری رو پیش از مهلت ابوبکر اکابر به دست آورد و رقابت ادامه دارد. 2 دقیقه و 12 ثانیه دیگر در اختیار دارند. اینجا اندک حالت تکرار رو میبینیم که چگونه ابوبکر موفق شد. منصور رحمان اندک آسیب دید و باز هم از راست نیروسنجی را ادامه میدهد. پهلوانان بسیار هم در حالت هیجان حساسی بیشتر قرار دارند. ابوبکر حالا اگر از بالا دارد آنگاه بسیار هم تبدیل سرمربی شیرعلی بازارov خواهد شد. ابوبکر نمیگذارد در این ردیف که البته منصور رحمان اندک پیشرفت‌تر باشد. کوشش پهلوانان باز هم جریان دارد. از گریب باز هم اندک حرکت دیگری پهلوانی خلعت کبود داشته. باز هم برای به تخت پشت نگاه داشتن منصور کوشش میکند با تمام نیرو که به تخت پشت نیفتد، اما امر داور ایستاده است
و قبلا انورزاده در این روند چگونه با پهلوان سعودی مبارزه برد، حالا انا همین نیروسنجی هم بسیار مورد بحثی کارشناسان قرار دارد. 1.5 دقیقه دیگر باز هم ابوبکر یکابیر باز هم اصطلاح ملنیتسه را، چون حرکت ها را در پارتر بیشتر میکند، در پارتر میخواهد که وزر دوم را به دست آورد، اما باز هم منصور مقاومت نشان نمیدهد و داور مجبور است که هر دو را باز هم به مرکز میدان دعوت سازد. نیروسنجی هر دو از راست جریان میگیرد. 1 دقیقه و 5 ثانیه دیگر ابوبکر رجوع میکند، از بالا داشت سر یاسین رو اندک کوتاه‌تر، اما دستش اینجا باز هم تکیه به سمت دیگر، اما این حرکت منصور امتیاز نیست، امری که داور دارد اینجا مته است. بله گریبان البته اینجا هم با در موردی که لبی ابوبکر یکابی را احاطه کرد، اینجا هم غیر قاعده بود که داور این رو پیخست کرد و مته گفت. 55 ثانیه دیگر. انا همه لحظه رو منصور رحمانov چون در حالت تکراری ما مشاهده کردیم که چگونه فشار آوری کرد. دقیقه آخرین ابوبکر از بالا داشت یندک دیگر همان حالتی باز هم ملنیتسه به وجود اومد. جالبترین فرصت را ابوبکر از دست داد، وگرنه این دومین وزری میشد. اندک باز هم تهدید دارد، فشارها بیشترند از جانب ابوبکر، احساس می شود که قصد ناکامی را میخواهد بگیرد. دوباره هم ابوبکر این مرتبه، اما اندک باز 32 ثانیه دیگر. با ابوبکر دومین شیدا دادن. 30 ثانیه دیگر در اختیار دارن پهلوانان. هر دو هم در حالت راست بودن است. باز هم ابوبکر این مرتبه باز منصور رحمانov میخواهد، اما سرش به زمین افتید و ابوبکر فشار را قابلی او زیاد میکند. 15 14 13 10 منصور داشتن حریف در این لحظه ها خیلی سازگار است. 5 ثانیه دیگر، 5 ثانیه دیگر تا به حل کردن همین تقدیر رقابت باقی مونده است. ابوبکر با یک وزری در پیش است. خوفی باز هم شیدای سیوم تهدیدش میکند. 5 ثانیه دیگر. 4 3 2 1 تمام. غلبه را واقعا هم سزاوارانه بسیار هم دلپرانه مبارزه برد و در مرحله نهایی این پهلوان البته حریف خود را انتظار است، یا خوجا نظرف یا حسینف با ابوبکر در فینال رقابت میکنند. ابوبکر یکابیر به فینال برآمد و منصور رحمانov برای جای سیوم مبارزه میبرد. به توجه میکنیم بازیگر به همین لحظه های خیلی حساس چگونه ابوبکر وزری به دست آورد و باز هم حالت پرتری لحظه های دیگر رو هم مورد توجه و عمل قرار داد. در یک حالت دیگر هم ابوبکر منصور رحمانov بسیار جرأت کرد، بسیار یک هنری والای خود رو هم نشان داد. در عملهای پرتری هم توجه داشت که حریف باز هم مواجه ناکامی گردد. حالتهای تکرار رو میبینیم که چگونه هر دو پهلوان منصور رحمانov و ابوبکر یکابیر تلاش کردند. در آخرین ثانیه ها ابوبکر چگونه حریف را در حالت پرتری که سرش به زمین بود، اما ببینید که بدنش اگر به این سمت روانه میشد آنگاه باز هم به تخت پشت عملی پرتری و اسیکومی هم جریان میگرفت و در نهایت هم وقت انجام یافت و با همین ترتیبی که مشاهده کردیم ابوبکر اشتراکی مرحله نهایی شد.
حریف ابوبکر را ما بعد از چند لحظه به شما معرفی خواهیم کرد. خوجا نظرов و حسینов حالا به میدان برآمدند برای دریافت راحت به مرحله نهایی وزن تا 100 کیلو. و توجه میکنیم خوجا نظرов خلعت سفید دارد. حسینov فرزین خلعت کبود به بر کرده است در این واخوری نیمه نهایی. اصولی بوغی کردن. شاهد قلندر و هم نظاره میکند. توجه دارد که مبادا اینجا عمل پرتری همون اصول بوغی کردن با سرعت استفاده شود و او حالت نهایی آن را مبادا نادیده گیرد. از بالا داشتن هم بسیار جالب است. فرزین وزری گرفت. فرزین صاحب وزری شد. خوجا نظر پهلوان شهر و ناحیه‌های تابع مرکز حالا مبارزه میبرد که در مقاومت ورزشگر میزبان اندک فعالتر باشد. خوجا نظرов نجیب الله از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اکرم باباخانوف را در دیدار اول ورزشگر دوشنبه را شکست داد و واخوری نیمه نهایی برآمد. اما اینجا کارش آمد نکرده ایستاده است و فرزین حسینov باشد امام رضا انورزاده را شکست داد و به واخوری نیمه نهایی برآمد. فرزین امکان دارد که در قوازمایی باز هم موفق باشد چون که یک وزری به دست آورده است. فرزین هم دوباره به این سمت بکنون حریف رو بسیار هم خوب به تخت پشت افتانید و صاحب امتیاز سزاواری ایپان شد. ابوبکر اکابر با فرزین حسینov از ناحیه جبار رسولov قوه آزمایی خواهد کرد. فرزین به فینال برآمد. خوجا نظرov برای مدال برنجی مستقیما در وزن تا 100 کیلو مبارزه خواهد برد. فرزین چگونه این عمل را استفاده کرد حالا ما شاهد شدیم. دوباره از پرتافت جالبش بهره ور گردیدیم. بسیار هم خوب، بسیار هم عالی. انا همین شکلی نیروسنجی، انا همین ترتیب قوه آزمایی که حریفش نشان دارد که شاید این به نفع اوست، اما بالکل چنین نیست. و فرزین واقعا این چهره هم در میدان امروزه کشف گردید. فکر میکنم در همین وزن تا 100 کیلو خیلی هنرش خوب درخشید. ورزشگران گران وزن را اکنون به شما معرفی میکنیم. در وزن جمعی 100 کیلو البته از یک باره رقابت‌های 4-1 نهایی شروع می‌گردند. حالا برای معرفی پهلوانان البته اینجا هم داور شهید قلندر و هم انتظاری میکشد. رقابت اولی وزن جمعی 100 کیلو جورایف با خلعت سفید، این پهلوان از شهر دوشنبه است.
озодбек ҷураев аз шаҳри душанбе. некбахтзода аз вилояти суғд, паҳлавони хилъати кабуддошта. некрӯзшоҳ некбахтзода, ин ҳам паҳлавони ноҳияи ҷаббор расулов аст. озодбек камарбанди ҳарифро аз боло дошту ой вазари айпон ҷураев озодбек пирӯзии аввалашро истиқбол мегирад. озодбек ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. аввалин сабқати 4-1 ниҳоиро мо манзури шумо кардем. бобоев бобоҷон аз дастаи душанбе бо ҳамроҳии розиқов муҳаммад ҳоло ба майдон мебароянд. ҷуфти дуюми сабқатҳои 4-1 ниҳоӣ вазни ҷамъи 100 кило. розиқов бо хилъати кабуд намояндаи дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба майдон мебарояд. розиқовро бароси мо дар мусобиқаҳои 108 ҷумҳуриявӣ кам мебинем. ин ҷавон аст. ҷавононе ки чун гуфтем ки 18 ва 20 солаҳо имрӯз дар майдон нерӯсанҷӣ мекунанд. синашон ба 18 аз 18 то 20 сола имрӯз дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо миёни ҷавонон ҳаққи ширкат намуданро доранд. ибтидода ҳам бобоев кӯшиши доштани ҳарифро аз боло дорад. варзишгари хилъати кабуддоштак хуб худро эҳсос мекунад. дифои андаке хуб ҳам дорад. аммо ин дақиқаи аввал аст. вазнаш андаке сабуктар аст. дигар фарқе надорад. ҷамъи 100 кило 101 муқобили 160 кило ҳам метавонад ки дар набард бошад. бобоҷон бобоев паҳлавони душанбешаҳр бо хилъати сафед аст ва гуфтем ки дар вазни 100 ва ҷамъи 100 кило иштирокчиён нисбат ба дигар вазн камтар буданд. боз ҳам дубора дар ин раванд вазаре ҳаст. бале, бобоҷон бобоев соҳиби вазари шуд. ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан вазари дуюмро албатта ба миён меорад. бобоҷон бобоев аллакай анҷом вазари ба ипон табдил ёфт ва бо ҳамин тартиб бобоев иштирокчии марҳилаи ниманиҳоӣ гардид. чӣ гуна вазаре ба бобоҷон насиб гардид ҳоло мо мебинем. сипас кӯшиши паҳлавони хилъати кабуддошта самар намеоварад ва бо ҳамин тартиб ӯ зери фишори бобоҷон
بابایف قرار میگیرد و باباجان بعد گذرای 10 ثانیه صاحب وزری دوم می شود و پیش از مهلت غلبه را به دست می آورد و به واخوری نیمه نهایی راه خط می گیرد. دولت نظریوف با همراهی طالب جان طایروف حالا در رقابت سیجوم چهاریک نهایی نیرو می سنجند. دولت نظریوف دسته خطلاندو خلعت سفید دارد. طالب جان طایروف از دسته دوشنبه با خلعت کبود غالب اینجو به مرحله نیمه نهایی می براید. دولت رنزیوف در گشتین ترزیازات ریمی یونانی هم در سامبو هم در گشتین ملی حتی و در گشتین جودو هم امروز با حریفانش نیرو می سنجد. دولت شریف نظریوف ها این همان سلاله پهلوانی خیرالله نظریوف را این فرزندانش ادامه می دهند. عملش آنقدر به مطلب نزدیکی نداشت. دوباره توجه میکنیم البته به کوشش پهلوانان. حالا دولت نظریوف یک حرکتش هم ثمرآور نبود. طایروف بسیار در حالت دفاع قرار دارد. براستی یک عملی که خاتمه یافت از جانب دولت نظریوف بود. شیدو هست. با این طرز گشتینگیری البته به هر دو باید شیدو هم دهد. داور طلا عبدالله‌زاده این گفته ها رو هم تصدیق کرد. طایروف از میدان بیرون می شود. باز بار دیگر در صورت تکرار یافتن باز هم مجازات رو انتظار است. هر دو پهلوان با عزم و اراده قوی گشتی نگرفته ایستادند. براستی گریبان گرفتن معنای آن را ندارد که آنها فعالند. نتیجه بخش، حرکت، مسئولیت، جالبیت نیروسنجی در میدان باید که بیشتر باشد. نه، دولت هم باید موفق نمی شود. طایروف رو شیدوی دویم تهدید میکند فکر میکنم، چون که روند این مبارزه عقب نشینیش البته از مد نظر داور دور نیست. یک بار دیگر همون حالت تکرار یابد، البته از میدان خود را دور کند. بر قصدانه از میدان بیرون شدن یا فشار دادن که حریف از میدان بیرون شود باز همین کاملا دیگر چیز. وزری به دولت نظریوف داده شد.
تویروفро мебояд ки дар ин дақиқаи охирин кореро анҷом диҳад агар хоҳад ки худро дар рақобати ниманиҳоӣ бубинад. تویروف дар сониyaҳои охирин албатта таваҷҷӯҳаш ба ҳамла бештар шуд, аз боло дошт. аз оне ки пофишорӣ карда ҳарифро аз майдон берун мекунад, беҳтараш дар истифодаи амал ба истифодаи амал пардозад ва таваҷҷӯҳаш дар ҳамон маркази майдон бошад. Шидо ба Давлат Назриев фикр мекунам бояд бошад. бале, берун шуд. як бору ду бор аллакай довар ҳаминро мушоҳида кард. Тоиров акнун хост ки гӯштин гирад, аммо вақт хотима ёфт. ин масъулиятро бояд андаке барвақттар эҳсос мекард, андаке пештар ба рафти мубориза боз ҳам ҷолибият зам мекард, чун масъулияташ баъдан ба назар расид ки вақт хотима ёфт ва Давлат Назриев нафари сеюм, иштирокчии сеюми марҳилаи нима ниҳоӣ вазни ҷамъи 100 кило ба ҳисоб меравад. акнун дар даври охирини сабқати чорякниҳоӣ Элмуродов аз дастаи Душанбе озод аст ва Элмуродов дар вохӯри ниманиҳоӣ бо Давлат Назриев қувва меозмояд. сабқатҳои тасаллубахшро албатта мо дар ин ҷараён метавонем ки боз бо ҳам бубинем. паҳлавонони нокоми вохӯриҳои чорякниҳоӣ ба майдон мебароянд. некбахзода варзишгари суғдӣ хилъати сафед дорад. некрӯз некбахзода аз вилояти суғд аз ноҳияи ҷабор расулов аст ва розиқовро мо дар муборизаи қаблӣ муҳаммад паҳлавони дастаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро дидем ки аз бобоҷон бобоев шикаст хӯрд бо ҳамон амали охирини партирии бобоҷон. муҳаммад хилъати кабуд дорад. некбахзода бисёр ҷусаи қавӣ дорад. ана акнун ин фосила нақш мебозад инҷо. бубинем ки фосила дастро наздиктар, кӯтоҳтар дорад ва баъдан ҳалуки берунаро истифода кунад, воқеан беҳтар мешавад. аллакай бо ҳамон вазн, чун даст кӯтоҳ дошта шавад, аллакай вазн бартарии афзалӣ мекунад ва ҳариф хоҳ нохоҳ ба паҳлӯ меафтад. некбахзода ба фосила кам эътибор медиҳад. аз дур ин амал натиҷабахш сомон намеёбад ҳаргиз. ҳоло ҳам барои ана ҳамин усул руҷӯъ мекунад. ин маротиба бояд албатта ҷусаи худро, ҷисми худро наздиктар кунад бо ҳариф. бубинед боз ҳамон ҳолати пешина. аллакай муҳаммад пайхаст кард ки паҳлавони мизбон чӣ мехоҳад. як тарафа доштан ба муҳаммад розиқов ба ҳамин хотир шидо доданд.
قواش کمی میکند. نیست، تجربه نیست، نمیداند چی کار را انجام دهد. لااقل همین حریف رو هم به تخت پوش دارد. بله 4 5 6 7 8 9 10 دیگر تا 100 هم حسابیده شود محمد رازی قفل رها نمی‌یابد. چون که وزن گران است. همین طور 20 ثانیه هم پشت سر شد و این ورزشگر برای ادامه مبارزه جهت دریافت مدال برنجی حق اشتراک را پیدا کرد. چگونه این حالت به معلومات ببینید که نیکبخت‌زاده اولا حلق بیرونه را استفاده کرد. اولا محمد این کار را آغاز نمود، بعدا انا همین ترتیب حریف را به سمت چپ هوا داد، سپس محمد را به تخت پشت خوابانید و با انا همین جوسه قویش تا به همون 20 ثانیه حریف را نگاه داشت و غلبه به دست آورد. جورای و بابایف حالا در میدانند. مرحله حساس بخوری اول نیمه نهایی. پهلوان غالب به فینال میبراید. آزادبek جورایف این مراتبه باز هم خلعت سفید به بر کرده است. باباجان بابای باشد خلعت کبو دارد. جورایف در یک دور غلبه به دست آورد مقابل پهلوان سوغدی. نیکبخت‌زاده که نوکه غالب شد. نیکبخت‌زاده از جورایف شکست خورد. بابای باشد محمد رازی قفل را مغلوب کرد. دو ناکام در سبقت طلا بخش مبارزه بردن و دو موفق حالا در واخوری نیمه نهایی اند. نه، عمل باباجان براسی اونقدر طبع دل مخلصان نیست. آزادبek در دیدار اول بسیار جسارت نشان داد، اما قوه باباجان بابایوف افضلی دارد. از جریان مسابقه اندک احساس کردن ممکن است. امروز برای تغییر دادن موازنه هر دو هم تلاش دارند. در مسابقاتی که ما شاهد بودیم در وزن تا 81 کیلو واقعا هم یک باشگاه خیلی شهرتیار شهر حصار که البته راهبری و سرپرستیش رو محمد شریف علی و به ذمه دارند بسیار چهره های اصیل رو به کمال رسانید و محض هم رسولوف که در مبارزه خیلی و خیلی تلاشش هم جالب بود به فینال برآمد و با سفروف امین جان در مرحله نهایی نیروسنجی میکند. بعدا در وزن 90 کیلو همو پهلوانان دیگر را دیدیم. در وزن 100 کیلو الکی ابوبکر اکروبیر با حسینوف نیرو میسنجد و حالا باز هم رقابت پهلوانان در وزن جمعی 100 کیلو جریان دارد.
البته مرحله حساس رو ما توسط تلویزیون ورزش به کل بینندگان میرسانیم و توجه میکنیم که باز هم چگونه این سبقت ها از این کاخ محتشم زرفشان ناحیه جبار رسولوف صورت میگیرن و البته در صورت کامیابی و مظفریت البته تا با همان مراسم جایزه سپاری همه نیروسنجی های پهلوانان موفق منظور تماشابینان گردانیده می شود. در خصوص رقابت وزن گران گفتیم که حالا هم باز هم صورت افزایی اینجا لازم است. بجورای و بابایو هم داور شیدا می دهد. عزیزی بختیار داور جوان از ولایت سوخت، اما اینجا هم مسئولیتشون باید دوچند باشد. مبارزهشون هم باید قویتر و جالبتر و جاذبتر باشد. 28 ثانیه تا به خاتمه 28 ثانیه در اختیار دارند، اما اینجا بابای فقیب نشینی دارد، اندک خسته حال است. آزادبک باشد دل پرانه در روند مبارزه امروزه هنر خود را میخواهد باز هم خوبتر نشان دهد. 14 ثانیه در صورت معین نگردیدن غالب باز هم مشاهد مبارزه برای امتیاز طلایی خواهیم شد. آزادبک از بالا خیلی خوب داشته است، وقت انجام یافت. پهلوانان برای امتیاز طلایی تلاش خواهند کرد. باباجان بابایوف خسته حال است، به مداری خود را باید در مقابل آزادبک نشان ندهد، چون اینجا سخن درباره امتیاز طلایی می رود. باباجان یک بار دیگر اینجا توجه کرد برای عمل نوبتیش، اما دلپرانه این اصول را استفاده نکرد. نفسگیر شده ایستاده است. این از کم بودن تمرینش درک می دهد. آزادبک برعکس اگر چنین عقیب نشینی کند داور هم حق دارد که به او یا گوشتی نگیرد شیدای سیوم دهد. آزادبک اکنون جرأت میکند. موازنت خیلی 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 نزدیک نتوانست. باباجان در این جریان آخرین کوشش خود رو هم نشان داد ولی کامیاب نیست. دقیقه اول وقت طلایی، وقت اضافه برای امتیاز طلایی. آزادبک جورایف گوشتی نمیگیرد با جان بابایوف. بزور از جایش میخیزد، وقت رو کشال میدهد. فکر میکنم این شیدو است، اما عزیزی بختیار از چی باشد که این حالت رو صرف نظر میکند. بابایوف کاملا خسته شده است، به مدار است. چرا شیدو نمیدهند به او؟
در حالی که بیشتر مبارزه از جانب ozodbek جوراyev به نظر می رسد. شیدو است بدون گفتگو. کمربند رو درست کند، باز به چی جای گفتگو دیگر. هرچی امری داور است باید بجا آورده شود. مداری درست کردن کمربند رو ندارد. کمک هم کند اشاره میکند. بحث چی جای گفتگو. اینجا هم برای شیده سیوم این پهلوان رو تهدید میکند. تو به همون ترتیب درست اعتبار ندهد بابا جان بابایف. و چی حالتی رخ داده این ترتیب. با علت یا سببی که چون گفتیم در ادامه نیروسنجی چی عمل غیر قاعده رو میتوان در این ردیف در این مبارزه مشاهده کرد. حرکت های پهلوانان رو مشاهده کردیم. مبارزه رو در رفت این سبقت با هم دیدیم و در خصوص پیشروی و حمله های زیادی ozodbek هم حرف زدیم، اما در اینجا همون حرکتی که باز هم ممنوع بودنش در ادامه مسابقات مشاهده شد بعد حالت تکراری که داور شیدای سیوم رو به ozodbek منسوب دانست و با همین طور بابایف به مرحله نهایی برآمد. رقابت دوم نیمه نهایی میان پهلوانان خوتالان و شهر دوشنبه صورت میگیرد. دولت نظریف رو اکنون ما معرفی کردیم. المرادوف الان با خلعت کپو در میدان است. مرحله آخرین سبقت های وزن جمعی 100 کیلو بخوری نیمه نهایی. البته شیدو با دولت که از میدان بیرون شد. المرادوف هم جوان است. برای هنر دولت رو ما در 4 نوع گوشتین 5 نوع گوشتین میلی، گوشتین طرز آزاد، گوشتین ریمی یونانی، سامبو و گوشتین جودو در دوام سال در اکثر مسابقه های میان جوانان حتی بزرگسالان هم دیدیم. حالا حالت بوقی کردن با المرادوف دست میدهد یا نه؟ دولت کوشش میکند از این وضعیت رها یابد. المرادوف باز هم فشار رو دوچند کرد اما موفق نشد. نظام خود رو دارد، ترتیب درست خود رو دارد. بله، اصول بوقی کردن هم باز هم یک در ادامه مبارزه باید همون باش طبق قاعده صورت گیرد. وقتی که خلعت حریف اینجا هم دهانش رو زیر میکند زود باید داور این رو پیخست کند و امر باز هم مته رو عملی سازد. به مرکز میدان باز هر دو هم برای ادامه رقابت جالب توجه کردند.
элмуродов ин паҳлавони ҷавон аст бароси дар марҳилаи қабли чоряк ниҳоӣ озод буд дар даври аввал. аввалин муборизаи элмуродов дар вазни ҷамъи 100 кило давлат назриев бошад. тоировро шикаст дод ва ба ин марҳила баромад. давлат шидо дорад. элмуродов андаке вақташ ҳолати кунунияш хуб аст, чунки як қуввозмоӣ нисбат ба давлат камтар гузаронидааст. мате бояд инҷо ҳам мадди аввал бошад. чун ишора кард довар, бояд паҳлавон дигар қувваи изофа истифода накунад. давлат назриев бармегардад барои идомаи сабқа. андаке пояш осеб дидааст, пои чапаш, аммо муборизаро боз метавонад ки идома диҳад. ҷавони камсухан ва бисёр хоксор аст баростӣ. дар ягон қуввозмоӣ эътироз надорад ва он чи амри довар аст ва тасдиқи гуфтаҳои довар ба он қаноат мекунад. шидо бале месазад дар ин ҷараён ки акнун бо ҳамон ҳаракате ки чӣ гуна ҳарифро дасти ҳарифро озод кард. давлат ду шидо дорад. давлатро инҷо акнун имтиёз лозим аст, чун обу ҳаво агар хоҳад ки худро дар финал бинад, аммо боз ҳам аз майдон берун мешавад. аз майдон берун мешавад ва акнун барқасдона аз майдон берун кардани давлат назриев, ин ҳам албатта шидо аст ки элмуродов онро соҳиб шуд. мубориза ҳамоно идома меёбад. давлат назриев ва элмуродов барои рохат ба марҳилаи ниҳоӣ вазни ҷамъи 100 кило талош доранд. бобоев интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст. ҷавонони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар кохи зарафшон таи 3 рӯз сабқат хоҳанд кард. ин рӯзи дуюми нилӯсанҷии паҳлавонон дар вазнҳои гарон манзури шумост. давлат боз як кӯшиши дигар кард, комёб нашуд. 20 сонияи дигар дар ихтиёр доранд. давлат назриев ду шидо дорад ва элмуродов паҳлавони шаҳри душанбе соҳиби як шидо. барои баромадан ба марҳилаи ниҳоӣ хеле ҳам давлатро гарон афтод. чунки қувваи бештари худро ҳам дар нерӯсанҷии аввал муқобили тоиров сарф кард. элмуродов ки дар даври аввал озод буд, инҷо ҳам бисёр ҳам бибинед ки бо ҷуръат гӯштин мегирад, дилпурона ва боз ҳам фишорҳоро муқобили назриев зиёдтар мекунад. воқеан ҳам имрӯз дар кохи муҳташами зарафшон мо ҷавонони гаронвазнро дидем ки ҳунарашон ҳам дар суратафзоӣ андаке иллат дошта бошад, аммо дар истифодаи амалу дар ҷолибияти ҳамон ҳолати партерӣ мавриди назар буд. шидо дар радифи мубориза боз ҳам бештар таҳдид мекунад паҳлавонеро ки ҳоло ба вақти изофа агар мо чун таваҷҷӯҳ кунем, албатта бале имтиёзи тиллоиро интизор мешавем.
گفتیم که الکه این رو هم داور پیش از آغاز وقت اضافه، پیش از امتیاز طلایی باید که توجهش رو دوباره به همین سمت روانه میکرد که ورزشگران البته باز هم مبارزه جدی‌تر برن و جهت دریافت امتیاز طلایی اندک مسئولیتناک باشند. کوشش دولت به خاطر نگاه نداشتن همون فاصله، تغییر ندادن موازنت حریف به نتیجه خاتمه یافت. باید نزدیک شود به حریف و هرچی نزدیک شود و بعدا حلوک بیرونه رو با سرعت استفاده کند، همون قدر کار رنگ دیگر میگیرد. المراد به هجوم میگذارد. دولت باز از میدان بیرون شد. دقیقه دوم وقت اضافه. حالا هم داور رجوع میکند برای باز هم شفاف جریان گرفتن وقت اضافه، دریافت امتیاز طلایی. دوباره دولت از میدان بیرون شد. دوباره هم ناصر قربانوف توجه میکند در سمت مبارزه. بله، سیومین آگاهی به دولت نظریف داده شد و با همین ترتیب المرادوف از نتیجه دلخواه این مسابقات بهره ور شد و صاحب راحت به مرحله نهایی گردید. رقابت ادامه یافت. دولت نظریف هرچند کوشش‌هایش را ما دیدیم، اما در مبارزه برای امتیاز طلایی هم کامیاب نشد و در نهایت شیده‌های زیادتر او را تهدید کردند و این پهلوان حق شرکت در مرحله نهایی را پیدا نکرد. دوستان عزیز، توجه میکنیم به رقابت‌های پهلوانان برای دریافت مدال برنجی وزن تا 81 کیلو. زاهدوف در این دور از اکراموف شکست خورد در رقابت 4-1 نهایی. بعدا هم در سبقت تسلط بخش موفق شد و برای مدال برنجی حق مبارزه را پیدا کرد. حالا تلاش پهلوانان اندکی هم بهتر شد. زاهدوف صاحب وزری شد. و در صورت مجلس براسی اینجا گل احمدوف است، اما در تبلو غلاموف درد شده است. اینجا هم عمیقش در همان صورت مجلسی که چون ما قبلا هم گل احمدوف معرفی کردیم
طاهرро این پهلوانی که خلعتی کبود دارد تحت رهبری شیرعلی بازارов مشق میکند. اشتباه در تابلو است. برای دومین شیدو رو هم با گل احمدov دادند. گل احمدov در رقابت اول پهلوانی دسته خطلون یک رو شکست داد. بعدا هم ایدیبک رستمov رو مغلوب کرد و از حلیمov مهراج‌الدین شکست خورد و چون به سبقت تسلی بخش توجه کرد وقتاش آمد کرد و نتیجه بهتر را صاحب شد و حالا برای مدال برنجی مبارزه میبرد. زاهدov یک وزری دارد. دوباره هم مبارزه گل احمدov تیزتر شد. کمربند لباس های ورزشی خود رو البته باید هم به همون طرز درست برای همون و بعدا مبارزه رو ادامه دهند. اوی 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 چقدر وقت رو کشال میدهند، چقدر همون طرز درست لباس های ورزشی رو به همون نقطه های نهایی و نهایی میبرند. گل احمدov از بالا باید کمربند رو دارد. کشمکشی های بی نتیجه پهلوانان داور رو هم مجبور می سازد که در این روند بله شیدو با گل احمدov این دومین آگاهی است. گل احمدov هم مبارزه برد در این روند، اما باز هم زاهدov تلاشش برای به تخت پشت نگاه داشتن حریف. یک بار در این سمت باز هم توجه بیشتری مربی گل احمدov باید که بیشتر باشد. براستی زاهدov خیلی برتری دارد. وزری پون است. زاهدov جای سیم رو اشغال کرد. غنیجان غنیев و بحرالدین اکرامov حالا حریفان دور نهایی. غنیجان در سبقت تسلی بخش غالب شد و اکرامov باشد در واخوری نیمه نهایی ناکام شد و مستقیما به این دور راه خط گرفت. بسیار با جرأت، خیلی خوب. حلیمov چون درباره اکرامov گفتیم اکلکای باز هم پهلوانان دیگر رو که حلیمov هم از جریان مسابقاتی که ما مشاهده کردیم در مقابل گل احمدov مغلوب گردید. بعدا هم از سبقت تسلی بخش ادامه رقابت رو ما خواهیم دید.
غنی جان در این روند بیشتر مبارزه برد، موفق هم شد و ضریب به دست آورد و برای وزر دویمش اینجا هم اندک حالت نگرانی. بسیار هم جالب. باز هم تلاش، باز هم مبارزه اکنون با مهارت اکراموف، سفرов، گل احمدов، باز هم رسولov. توجه در سبقت. بله گفتیم که در اینجا سخن درباره اکراموف می رود. گپ سر آن است که اکراموف باید در این تابلو نمایان شوند، اما حلیموف بود. برخی از آن نقص که با وجود می آید زود باز هم سر این موضوع باید خود مسئولین هم توجه کنند. اینجا اکراموف بسیار هم عالی، بسیار هم در سطح ضروری و واقعا هم یک پرتافت جالب است. این لحظه تکرار ما می توانیم که دوباره توجه کنیم. در سمت مبارزه باز هم لحظه جالب رو خواهیم دید. به توجه کنیم که چگونه هنر پهلوانان بها گذاری می شود. محض در همین روند این یگان لحظه ای که از حالت دیگر ببینیم اکراموف چگونه واقعا هم عالی در سطح عالی است. باز از کارگردان خواهش میکنیم یک فرصتی که باز هم به بحث ما خاتمه دهد، همین لحظه را منظور کند. باز هم نوران الان نور می شود. چگونه حالتی که ببینید از همان یک حلوک داخلی که پرتافت بسیار همین کوپروک رو به میان آورد. بیاد توجه میکنیم دوباره اکراموف انا همین ترتیبی عالی، ترتیبی عالی، ترتیبی عالی، خیلی ترتیبی عالی. این پان است در حقیقت هم جای بحث و گفتگو نیست و در این روند اکراموف توانست که غلبه به دست آورد و صاحب مدال برنجی شوند. اکراموف صاحب مدال دوم برنجی شد. دوری نهایی توجه میکنیم اکنون با دوری نهایی. البته این حالت هایی که باز هم در رفت مبارزه اکراموف و غنیوف به عمل آمدند. بسیار هم عالی، بسیار هم جالب و واقعا هم اکراموف این چهره که اونقدر شهرت مسابقه های بین المللی رو ندارد، اما در مبارزه امروزه این حرکتش واقعا هم سزاوار به همان امتیاز عالی ایپان بود. جلو عبدالله زاده حالا حکمی میکند و رسولوف این مرحله را چگونه پشت سر کرد عمر ما بعد چند لحظه به شما معلومات میدهیم. سفرов سبقت ها را امین جان سفرов از زیر گروهی بی آغاز کرد.
در یک دور آزاد بود، عبدالخیرов رو شکست داد. بعدا هم مهراب جانزاده رو هم دچار ناکامی کرد. سفرов در واخوری نیمه نهایی اکرامov رو مغلوب کرد، پهلوانی که نوکک غنیجان غنیف رو شکست داد و با همین ترتیب به فینال برآمد. رسولov باشد در دیدار اول پهلوانی سوغدی رو از ناحیه جبار رسولov بود. بعدا در رقابت دوم هم عبدالرحمانov رو مغلوب نمود، در رقابت سوم غنیف رو شکست داد، در رقابت چهارم گل احمدov رو مغلوب کرد و در سبقت پنجم حالا با امینجان سفرov برای مدال طلا تلاش دارد. امینجان رجوع دارد برای دریافت راه‌های دیگر. اندکی هر دو سزاوارانه امینجان سفرov تحت راهبری شیرعلی بازارov تمرین میکند و عمر رسولov تحت راهبری اعظم رسولov. و چون در مورد متانت پهلوانان گفتیم که مشق‌های همیشگی که هم اعظم رسولov هم محمد شریف علیف بیشتر توصیه سودمند مربیان و نفران سابقه داری گوشتین شهر حصار ثمر آورد و عمر مزبوعانه همان توصیه ها در میدان امروزه غلبه های پی در پی را به دست آورد. 1 2 3 4 پیروزی نصیب شد. چمپیون آسیا غنیجان غنیف را بسیار هم با یک اسلوب خاصی خود شکست داد. به هر دو شید داد داور، چون که دقیقه سیوم است، اما همان جذابیت اصول ها، جالبیت میدانداری که ثمره بخش وقت رو استفاده کنند در هنرنماییشان اندک کم به نظر می رسد. اما در مجموع بسیار هم چوست و چالاکند. ببینید حرکتی که خیلی هم مورد نظر بود و نهایت هم با یک پرتافت جالب و با یک حرکتی بسیار هم با سرعت در این جریان عمر توانست که صاحب پیروزی گردد. عمر واقعا هم در دور نهایی هنرش خوب درخشید، چون گفتیم که محمد شریف علیف، اعظم، سنت، رسولov ها توصیه دادن و این پهلوان امروز هم چهره سرشناس در وزن 83 کیلو محسوب می‌یابد. پرتافت پهلوان حصاری رو بیاید یک بار دیگر ببینیم. خیلی همالی از نوارهای تکراری این فرصت رو میتوان جالبترین لحظه ارزیابی کرد. حریف رو به سمت چپ فریب داد و یک حرکت جالب کرد و مدال طلا را از کف دست پهلوان امیدبخش دوشنبه شهر امینجان سفرov با مشکلی کشیده گرفت. واقعا حلالش بود و پیروزی این پهلوان شهر حصار را تبریک میگوییم.
توجه میکنیم اکنون به رقابت پهلوانان در وزن تا 90 کیلو. مبارزه برای مدال اولی برنجی میان باباخان و تورایف آغاز گردید. عزیزی بختیار شیدا میدهد به باباخانوف، پهلوان شهر دوشنبه. در دیداری اول نماینده سوخت قاسموف را شکست داد. بعدا هم در دیداری اول آزاد بود. در دور دوم قاسموف را مغلوب نمود. بعدا در سابقه 4-1 نهایی از میرزویف که به مرحله نهایی برآمده است دچار شکست گردید. دوباره هم داور به نقطه عمیق اشتباهی باباخانو توجه کرد و شیدای دوم رو به او داد. و در خصوص تورایف، این تورایف از بخوری نیمه نهایی مستقیما به این دور راه یافت. این هم در یک دور آزاد بود. در دور دوم نوراکف رو شکست داد، پهلوانی دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز رو. در دیداری دیگر هم مقابل قربان بیکوف هنر خوب نشان داد، دست بالا شد و در بخوری نهایی از خالقزاده شکست خورد و مستقیما به مرحله آخرین این رقابت خیش رسید و الان برای مدال برنجی تلاش دارد. باباخانوف بعد دو اشتباهش حالا در روند مبارزه‌اش کوشش میکند که اندکی باز هم بهتر باشد. آخرین فرصت، باز هم لحظه دیگر بار از میدان بیرون برآمدن پهلوان است در این جریان. اشتباه های پای در پای باباخانوف را از نتیجه دلخواه محروم کرد و تورایف در این دیدار برنده مدال اولین برنجی شد. تقای مرادوف با خلعت کبود است. قربان بیکوف از ولایت سوخت با خلعت سفید. تقای مرادوف در مبارزه نیمه نهایی این وزن از میرزویف شکست خورد و مستقیما به این دور برآمد. قربان بیکوف باشد از سابقه تسلا بخش به این دوری راه یافت. انیس قربان بیکوف پهلوان سوختی در یک دور آزاد بود. میرزا علیزاده را این پهلوان شکست داد و بعدا از تورایف مغلوب شد. در مقابل تورایف البته ایستادگی کردن نتوانست، مغلوب شد و به این مرحله راه خط گرفت. ترتیب درستی سبقت پهلوانان در وزن تا 90 کیلو. در یک دقیقه هر دو هم جالبیت میدانداری امروزه رو نشان ندادن. قربان بیکوف شیدا گرفت. بعد از عملی که داور اشاره میکند
یگان نتیجه بهتر هم نیست. قربانبکov حالا از بالا خوبتر داشته است. پهلوان شهر دوشنبه تقای مرادov هم اندکی بازی سوداگری میکند، از میدان بیرون میشوند. شیدو البته در ادامه مبارزه باز بله هر دو رو هم تهدید کرد. قربانبکov پهلوان سوغدی دو شیدو دارد. مبارزه جریان دارد. 2 دقیقه را هر دو پهلوان به نتیجه پشت سر کردند. فقط همان نیمه میدان را اختیار کردند. در مرکز گوشتین گیرن بهتر است. تقای مرادov از بالا خوبتر داشته است. نتوانست. خاتمه مبارزه خاتمه همان عمل رو داور هم انتظار بود، از این خاطر مته اشاره نکرد. اما قربانبکov پهلوان سوغدی از این حالت رها یافت. ورزشگر شهر دوشنبه تقای مرادov جد و جهدش هم ثمرآور نیست. همون طوری که گفتیم پهلوانان با مسئولیت جدیت نیروسنجی نکرده ایستادند. کشمکشی های نهایت تقای مرادov در نهایت در دقیقه آخرین مبارزه از یک اشتباه حریف استفاده کرد و صاحب مدال دوم برنجی شد. این کار را باید این پهلوان بر وقت‌تر خاتمه میداد. ورزشگر به سوی پیش حرکت کرد. پهلوان سوغدی و نماینده شهر دوشنبه او را برعکس فشار آورد. ببینید چگونه حالت مساعد و فرصت خیلی مناسب برای پهلوان شهر دوشنبه که صاحب امتیازی از همه بالا ایفان شود و برنده مدال برنجی وزن تا 90 کیلو گردد. ناصر قربانov حالا داور درجه جمهوریابی. توجه میکند برای به میدان برآمدن پهلوانان وزن 90 کیلو در مرحله نهایی. میرزویف پهلوانی که با خلعت سفید است. این ورزشگر البته از زیر گروه بی رحمت الله بسیار هم مبارزه را خوب آغاز کرد. در یک دور آزاد برد. در دور دوم هم آزادی ناصیرov را مغلوب کرد. بعدا هم باباخانov را هم دچار شکست کرد و در مرحله نیمه نهایی تقای مرادov از این پهلوان هم باز دچار ناکامی گردید. با همین ترتیب این ورزشگر به فینال برآمد.
خالقزاده باشد هم در دوره اول آزاد بود. مبارزه دویمش مقابل پهلوان سوغدی ثمر آورد. بعدا پهلوان خلعت کبود داشته باز هم غفارجانوف را مغلوب کرد. بعدا هم در بخوری نیمه نهایی با تورایف اندر نیروسنجی شد و در دور نیمه نهایی هم غلبه به دست آورد و به فینال برآمد. دقیقه دوم مبارزه پهلوانان الان هم یگان امکانیت خوب برای هر دو به وجود نآمده است. میرزایف امکانیت رو از دست داد. حالت پرتری بسیار هم خوب بود برای خالقزاده شیدا دارد، آسیب هم دارد الان که اندکی عقب نشینی میکند. پای راستش اندکی آسیب دارد. داور هرچند که دستور میدهد در این لحظه نزدیکتر بیاید، خود را در کنار میگیرد و اکنون رقابت را باز هم ادامه خواهد داد. دو پهلوان هم در شهر دوشنبه چون تمرین بیشتر هم داشتند. میرزایف باز امکانیت را از دست داد. خالقزاده برای بسیار هم وقت را کشال میدهد. برای این عملش باید داور هم مجازاتش دهد. عمل باید زود و سریع وقتی باشد. مبارزه باید، چون گفتیم که در روند 4 دقیقه بسیار هم با سرعت افزایی با یک تاکتیک مخصوصی خود باید پهلوانان وقت را سپری کنند. اما میبینیم که کناره جویی میکنند. بهوده و بهوده به هر طرف، گاه به کمربند و گاه به خلعت بهانه‌جویی ها پیش نظر می آید و ببینید که اکنون باز هم این حالت باز هم چنین جریان گیرد. البته تواند گوشتین گیرد بهتر است، یا کمربند را کشاده باز هم 30 ثانیه وقتی ما و شما را هم باز صرف کند. جان محمد طالبوف البته چون توصیه میدهد به شاگردش که میرزایف در این روند جرأتش باز از این هم بیشتر باید باشد. در ادامه مسابقه 4 مرتبه همین کار را که انجام دهد الکی همون فرصت یا وقت نگاه داشته نشود، الکی وقت انجام می‌یابد. با درست کردن کمربند و نگاه باز هم درست کردن خلعت. حالا که مطلب آنها تنها گوشتین گرفتن است.
توقف که بود باز این خاطر داور ناصر قربانов بهاگذاری نکرد. بیاد یک بار دیگر اندک توقف بود فکر میکنم. به همین خاطر اگر با سرعت این کار عملی میشد اونگاه بدون شک و شبهه وزری بود. اما خالقزاده بسیار هم وقت را کشال میدهد. دویمین شد و به این ورزشگر داده شد. یا گوشتن گیرد یا با آن طرزی که خود داور اشاره میکند. البته باز سلسله شیده ها او را باز هم تهدید میکند. پایش رو سیب دید، دستش اندکی نگران وقتی که پهلوان تیار نباشد. انا همین بهانه ها. بهتر از باز کمربند رو کشاید. حرکتش باز دیگر شود، پای راست رو دارد، اندکی عقب نشینی کند و باز هم بسیار هم حالت نگرانی. شیدای سیوم باشد و خاتمه وقت من فکر میکنم دیگر جای گفتگو هم نیست. با این ترتیب با این مناسبت میدانداری کردن و نتیجه بهتر به دست آوردن در گمان است. انا کار و من کار. هم خستگی مخلصان برطرف، هم خستگی بینندگان تلویزیونی ورزش و هم خاتمه رقابت و انجام نیروسنجی بعد 20 ثانیه. میرزایف در اینجا غلبه به دست آورد با همین ترتیب درستی داشتن حریف در مدت 20 ثانیه. میرزایف امروز در یک دور آزاد بود و 4 غلبه دیگر در جریان مبارزه وزن 90 کیلو نصیبش گردید و این پهلوان صاحب مقام اول شد. جای دوم را خالقزاده به دست آورد و چون گفتیم که در رفت مسابقه باید البته این خستگی ها و این نگرانی ها زود پشت سر شوند. یعنی اینها را باید برطرف کرد و با جدیت رقابت نمود. مادام که جدیت نیست اونگاه هر قدری که گریزی همان قدر باز هم از خستگی تو، از کم تجربگی تو حریف استفاده میکنند. مثل اونی که میرزایف در این روند کار رو هم خوب انجام داد و از خطاگی حریفش خوب استفاده کرد و حالت بعد تخت پشت نگاه داشتنی رقیب رو در نهایت پیدا کرده توانست. اولا عملی بوغی کردن رو نشان داد و در نهایت هم بسیار زیر چنگال میرزایف خالقزاده قرار گرفت. دیگر حتی مقابلیت هم نکرد و تسلیم شد. غالبان وزن 90 کیلو هم معین شدند. ما اکنون توجه میکنیم باز به 3 مبارزه
پهلوانان گرانوزن 100 کیلو که کدام از آنها صاحب جایزه های افتخاری می شوند. میرزا محمد زاده پهلوان ولایت سوخت با همراهی بابا خانوف باید به میدان برآیند. و اینها در سبقت تسلی بخش میرزا محمد زاده با خوجا نظرов حالا به میدان آمدند. بعد که میرزا محمد زاده در سبقت تسلی بخش دست بالا شد. خوجا نظرов در واخوری نیمه نهایی از حسینوف مغلوب گردید و بعدا مستقیما به این دور را خط گرفت. برای دریافت مدال اولی برنجی هر دو هم خوب تلاش کردند. وزر 10 ثانیه دیگر تقدیر رقابت را حل میکند. اگر وزری به دست آورده 7 8 9 10 کفایه. وزر ایپون و زود در این جریان پهلوان سوختی پهلوان سوختی دچار شکست شد و خوجا نظرов سزاوار مدال اول برنجی گردید. پهلوان دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز برای مدال دوم برنجی اکنون ما باز هم رقابت رو حالا منظور شما میگردانیم. اینجا منصور رحمانوف ورزشگری که در مرحله نیمه نهایی از ابوبکر اکابر شکست خورد و حالا آن همین لحظه رو باز برای تصدیق گفته ها دوباره تماشا کردیم. احمدزاده در رقابت های 4-1 نهایی این پهلوان احمد خانزاده بختاور احمد خانزاده اما در تابلو احمدزاده نوشته شده است. در صورت مجلس احمد خانزاده است. دسته خطلان 1 را نمایندگی میکند. منصور رحمان از واخوری نیمه نهایی از نتیجهش ناکام شد و حالا برای مدال اول برنجی تلاش دارد. احمد خانزاده شیدا گرفت. این دومین آگاهی پهلوانی دسته خطلان 1 است. قواش کمتر است. احمد خانزاده بسیار خواست که با استفاده حلوک بیرونه اندکی باز کار و رنگ دیگر بخشد اما نمیتواند و بسیار هم جریان مبارزه باز هم صورت افزایی رو طلب میکند. به منصور رحمان هم شیدا دادند. منصور هم قواش افضلی دارد هم قامتش
هم تجربهش. هرچند جوان است اما اشتراکش در چمپیونات آسیا در مسابقه های بیرون از مملکت الکی یک نتیجه بهتر هم به بار آورده است. از میدان بیرون می شود احمد خانزاده. شاید باز هم در ادامه مبارزه پهلوانی خطلانی باز اگر دوباره به همین سمت رجوع کند از میدان رانده می شود، چون که دو شیدو دارد. منصور امانов در حالت مساعد است. حالا که سر سیوجی برایش اونقدر بهتر خاتمه نیافت. از بالا اینجا هم داشتن منصور به سبب نیست، چون که خیلی خوب میداند که بله انا همین کمربند حریف رو داشتن. بسیار دست رو هم اگر باز هم نزدیکتر اکنون برای خاتمه این عمل، حالا از داخل باشد از بیرون هم باشد، بسیار نزدیک شدن مفید است. ببینید این کارو که منصور انجام داد الکی حریفش هم عقب نشینی کرد. باز به همان حالتی پیشینه هر دو برمیگردند. تقدیری رقابت رو فکر میکنم بله آگاهی های پای در پای داور حل و فصل میکند. منصور امان برنده مدال دوم برنجی وزن جمعی 100 کیلو شد. فرزین حسینوف و ابوبکر اکابر حالا به میدان میبرایند. برای مدال برنجی تلاش پهلوانان رو دیدیم. خوجا نظر و منصور رحمانوف غلبه به دست آوردند. حالا ابوبکر و فرزین حسینوف وارد میدان می شوند. دو ورزشکار موفق میدانی امروزه در وزن تا 90 کیلو. ابوبکر رو ما میدونیم که البته در مسابقات دیگر در چمپیونات مملکت در گشتین ریمی یونانی هم مهارتی بلند نشان داد در به دست آوردن مدال طلایی مسابقات و بسیار هم دستاوردهای شایان دارد. در مقابل منصور رحمان بسیار هم جدی عمل کرد، بسیار هم مبارزه خوب نشان داد. رقابت جالبترین رو هم در همین وزن هر دو نشان دادند. از پای داشتن البته این آگاهی است. فرزین حسین پهلوان ناحیه جبار رسولوف اندکی به احساسات داده شد. فرزین واقعا یک چهره نو. قوه خیلی زیاد، نیروی قوی ابوبکر اکابر در جریان مسابقات خیلی خوب به نظر می رسد. 1 دقیقه پشت سر شد. فرزین در مقابل امام رضا انورزاده موفق شد. بعداً به این مرحله راه یافت.
حسینов هم خوجانظرов رو بعداً در واخوری نیمه نهایی شکست داد. یکونیم دقیقه وقتی اساسی پسی سر می شود. فرزین حسینov یک پهلوانی که امروز واقعا خیلی خوب هنرش رو نشان داد. در مقابل ابوبکر یعقوبیر ایستادگری کردن این چهره خیلی موفقیت است. ابوبکر افضلی دارد اما نتیجه لازم است. پهلوان سغدی دو شیدا گرفت. مخلصان ورزشگری میزبان خیلی زیاد است. دو دقیقه وقتی اساسی پشت سر شد. فرزین حسینov را توصیه میدهم مربیان مخلصانش که جدی باشد. برای ما از ابوبکر یعقوبیر در این روند باز هم امیدواری های از این هم بیشتر داریم، چون که تجربه غنی و بیشتر و زیادتر از بند اسلوب های جدا برخوردار است. فرزین را قوهش خیلی کمی میکند اما جسارتش خیلی خوب است. براستی با فینال برآمدن فرزین حسینov این افاده نفری با استعداد بودنش رو ثابت می سازد. با فرزین باید شیدا دهند. اکنون این دومین سومین و زود بیرون می شود. بسیار رقابت جالب شد براستی. وزاری حالتی به تختپوش نگاه داشتن، چون گفتیم که ما از این پهلوان بیشتر امیدوار بودیم. رقابت تا این مدت برابر بود. فرزین حسینov هم در مقاومت ابوبکر یعقوبیر خیلی ایستادگری کرد. در دقیقه آخرین یک وزری و به تختپوش نگاه داشتن فرزین حسینov دیگر هرچند که کوشش کرد از چنگال ابوبکر یعقوبیر رها یافتن نتوانست و با همین ترتیب ابوبکر تا به خاتمه سبقت 54 ثانیه باقی ماند. پرتافت وزری و حالت به تختپوش نگاه داشتن ابوبکر یعقوبیر را در این دور پیروز گردانید. انا همین لحظه را باز هم دوباره از نوارهای تکراری میبینیم و غلبه این پهلوان جوان و امیدبخش را بررسی در مسابقات امساله چمپیونات مملکت صمیمانه تبریک میگیم. بسیار هم جرأت کرد. ببینید که مخلصان سرشمار حتی یک سر و صداهای بیشتر و زیادتری مخلصان گشتین ناحیه جبار رسول و به رفتی رقابت تا دقیقه آخرین تاثیر رسانید. با این نگاه نکرده واقعا هم پهلوان شهر دوشنبه ابوبکر یعقوبیر توانست که مطلب خود را عملی سازد و در نهایت صاحب مدال طلا شود.
давлат назриев ба майдон набаромад ва паҳлавони ноҳияи ҷаббор расулов некбахтзода бидуни мубориза ғалабаро ба даст овард ва соҳиби медали биринҷӣ шуд. барои медали дуюми биринҷӣ вазни ҷамъи 100 кило ҳоло паҳлавонон даъват мегарданд ва ғолибон дар вазни 81, 90, 100 муайян шуданд ва акнун барои медали дуюми биринҷии вазни ҷамъи 100 кило ҳоло ду паҳлавонро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. баъди ин як сабқати ниҳоии вазни ҷамъи 100 кило боқӣ мемонад ки баъдан мо нерӯсанҷиҳои паҳлавононро аз рӯзи дуюми мусобиқот инҷо ҳам ба анҷом мерасонем. гузориши худро аз маҷмӯаи варзишии зарафшон аз ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд. тоиров алон бо хилъати сафед аст. ин паҳлавон ҳам дар муқобили давлат назриев муваффақ нашуд. баъдан дар сабқати тасаллобахш ҳаққи муборизаро пайдо кард. ҷураев бошад дар дидори аввал ғалаба ба даст овард ва дар вохӯрии ниманиҳоӣ дучори шикаст гардид. баъди ин марҳилаи ниҳоӣ дар вазни ҷамъи 100 кило сурат мегирад. ҳоло паҳлавонони муддаии медали биринҷӣ кори беҳтарро ҳам анҷом надоданд. андаке боз ҳам доштани даст аз хотир дур шуд. вагарна бисёр ҳам омили хуб, амали ҷолиб ҳам ана ҳамин кӯшиш шуда метавонист. ҷураев андаке ҷасораташ беҳтар аст. озодбек аз рақобати қаблӣ ҳам то андозае мо аллакай шоҳид шудем ки небахтзодаро чун шикаст дод. ҳолати ин лаҳзаи мусоид барои пон ҳам буд. тоиров инро ба даст овард. толибҷон тоиров аз дастаи душанбе дар ин давр ғалаба ба даст овард ва соҳиби медали дуюми биринҷӣ шуд. азизӣ бахтиёр довари рақобати охирини рӯзи дуюми ин мусобиқот дар марҳилаи ниҳоӣ дар вазни ҷамъи 100 кило. бобохон бобоев бо хилъати сафед ба майдон меояд ва ин лаҳзаҳои андаке мавриди таваҷҷӯҳи барандагони ҳамон муддаиёни медали дуюми биринҷиро манзури шумо кардем. бобоҷон бобоев хилъати сафед дорад. элмуродов бо яктаки кабуд дар марҳилаи ниҳоӣ ширкат дорад. ҳар ду аз майдон берун шуданд. ҳар ду ҳам ба шидо бояд муҷозот шаванд. бале,
در مرحله نهایی گوشتین گرفتن لازم است. بابایوف این دفعه نیزنده که بهتر توجه کرد. باباجان بابایوف پهلوان شهر دوشنبه اندک امکانیت خوبتر هم داشت. باز هم در این روند کوشش میکند. از هر دو گریبان داشتن وزاری با تخت پشت نتوانست. باباجان در این لحظه میتوانست که کار را خاتمه دهد، اما همان امتیاز وزری هم کافی است اگر او را نگاه داشته تواند. باز هم از هر دو گریبان میگیرد. چرا از هر دو گریبان دست باید اینجا مورد بیشتری عمل قرار داده شود. از میدان بیرون شدن پهلوانان. توسط فشاری کی این هم مد نظر است و اگر حریف رو هم برقصدانه فشار دهی که از میدان دور شود این هم مجازات است. مشاهده می شود که عمل باباخان از همون داشتن هر دو گریبان منشأ می گیرد. در ابتدا هر دو گریبان را می دارد و بعدا مبارزه را پرشیده تر می کند. البته باز با داشتن البته دستی که حریف تو باز هم کوتاه کردن همان مکمل کردن حمله های بیشترش در روند مبارزه. اصول سرکیت را خواست استفاده کند اما دلپرانه عمل نکرد باباجان. براسی که اندک در حراس بود. چنین هم باید باشد. به اعتبارانه این عمل میتواند برعکس به نفع حریف انجام یابد. المرادوف یک دقیقه و 3 ثانیه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است تا خاتمه مبارزه پهلوانان در مرحله نهایی دومین شد و به المرادوف داده شد. باباجان باز این مراتب هم در روند مبارزه باز هم ببینید از هر دو گریبان میگه. آخرین فرصت عمل دائمی اش هست برای از هر دو گریبان گرفتن. بعدا دستی حریف رو میگیرد. وزاری پون باباجان توانست در دقیقه آخرین هم صاحب وزری دوم شود. باباجان بابایوف پهلوان گرانوزن شهر دوشنبه در مرحله نهایی غلبه به دست آورد و صاحب مدال طلای وزن جمعی 100 کیلو گردید. چگونه؟ با همین ترتیب وزری اولین بعدا هم در حالت به تخت پشت نگاه داشتن امکانیت از دست رفت. این حالتی که همون وزری اولین رو ما شاهد بودیم. به تخت پشت نگاه می داشت الکی وقت اینجا هم خاتمه یافتن ضرور نبود و به هر نوع یک جالبیت و جذابیت رو در رقابت ما مشاهده کردیم. با همه غالبان البته وزن 81 90 100 جمعی 100 کیلو مدال و افتخارنامه در فضای تنتنوی
این مسابقه جمهوریوی تقدیم کرده می شود. البته اینها به هیئت منتخب جوانان مملکت شامل می شوند و در آینده برای پرافشانی پرچم و شرف ورزشی مملکت کمر همت می بندند. برای توجهتان دوستان عزیز تشکر می گوییم. سپاسگزاریم برای تماشای این رقابت های جالب مسابقه جمهوریوی. باقی سرفراز و سلامت باشید.